بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما متعلمین عزیز و گرامی. امیدوارم که جور سالم و صحتمند باشید. انجینیر محمد هادی نظری هستم، استاد درس فیزیک از مجموعه آموزشی ابزار کانکور با جلسه سوم از فصل اول در خدمت شما متعلمین عزیز و گرامی هستم. در جلسه قبل دوستای عزیز ما در رابطه با تجزیه قوه ها با شما عزیزان صحبت کردیم. گفتیم که اگر قوه‌ای در استقامت محور X یا در استقامت محور Y نبود، یعنی روی محور X یا روی محور Y قرار نداشت، ما باید این قوه را تجزیه کنیم. با چی تجزیه میکردیم؟ با دو مرکبه عمود بر هم X و Y اینها را تجزیه میکردیم که طریقه تجزیه کردن و محاسبات از اونم خدمت شما عزیزان بیان کردیم. باز در ادامه در رابطه با کاربرد قانون ساین در فیزیک با هم دیگه صحبت کردیم. گفتیم که ما گاهی اوقات برای ساده سازی، برای راحتی کار، به جای اینکه بریم سراغ تجزیه قوه ها، میم از قانون ساین استفاده مونیم. اما گفتیم قانون ساین فقط در حالت استفاده مونیم که 3 تا شرط در مسئله برقرار بشه. خب این 3 تا شرط چی بود دوستای عزیز؟ اولا گفتیم که 3 تا قوه ما باید داشته باشیم. شرط دوم ما چی بود؟ که این قوه ها باید بر همدیگه متلاقی باشن و شرط سوم ما همین بود که جسم ما یا سیستم ما باید در حالت تعادل باشه. در این شرایط می رفتیم سراغ قانون ساین و از قانون ساین به جای تجزیه قوه ها استفاده میکنیم. این مطالبی بود که ما در جلسه قبل با شما عزیزان مطرح کردیم. در این جلسه یعنی جلسه سوم از فصل اول قصد داریم در رابطه با موضوعی با عنوان مومنت قوه با شما عزیزان صحبت داشته باشیم. پس با ما همراه باشید. خب دوستای عزیز، گاهن پیش آمده که شما در خانه یا در محیط کار از رنج استفاده کردید دیگه. صحیحه؟ برای باز و بسته کردن پیچ و مهره ها شما از رنج استفاده کردید حتما. خب اساس کار رنج دوستای عزیز چه قسمیه؟ شما اینو میدانید که ما با دست خودمان یک قوه به انجام از این رنج وارد مونیم و این رنج ما گرداگرد یک نقطه‌ای شروع به چرخش یا دوران مونن و باعث باز و بسته شدن پیچ یا مهره ما میشه. بنابراین اینجا ما یک مفهومی را تعریف مونیم به نام مومنت قوه. خب مومنت قوه تعریفش چی هست دوستای عزیز؟ تعریف چیه؟ مقدار تمایل یک قوه به چرخاندن یک جسم گرداگرد یک نقطه‌ای به نام نقطه دوران ما میگیم چی؟ مومنت قوه. این تعریف چیه؟ و فرمول محاسبه از این یک فرمول بسیار بسیار راحته که در کانکور هم از این فرمول سوال داریم. پس سوالات عزیز ندید دیگه، چون فرمولش بسیار راحته. فرمولش به چه شکله؟ فرمول به این شکله که میگه M مساوی میشه با F ضرب در D. خب حالا میریم سراغ اجزای فرمول دوستای عزیز. میگیم که اولا این M ما چی رو نشان میده؟ مومنت قوه. احسن بر شما. پس مینویسیم M مومنت قوه را به ما نشان میده. F چیه؟ F قوه وارده دیگه. این میشه قوه وارده. و D چیه دوستای عزیز؟ D میشه فاصله عمودی نقطه دوران تا F. صحیحه؟ پس این حواستون باشه. D میشه فاصله عمودی از نقطه دوران تا کجا؟ تا F. صحیح شد؟ یه هم تعریف دی. حالا میریم این رو روی شکل نشان میدیم شما با اجزای فرمول بیشتر آشنا شوید. به شکل نگاه کنید دوستای عزیز. گفتیم که فرمول میشد M مساوی بود با F ضرب در D دیگه. صحیحه؟ خب این F ما قوه وارده ای که شما روی شکل میبینید. D چی شد؟ اگه اینج نقطه دوران ما باشه، شما این رنج در نظر بگیرید که به دور یک پیچ ما رو انداختیم، میخوایم پیچ باز بسته کنیم دیگه. صحیحه؟ خب اینج میشه نقطه دوران ما. گفتیم D میشه فاصله عمودی از نقطه دوران تا F یا خط اثر F. پس حواستون باشه که ای دی حتما باید
فاصله عمودی باشه. خب دو تا نکته اینجا خدمت شما عزیزان بیان مونیم. اولا میریم سراغ واحد اندازه‌گیری M یا مومنت قوه. واحد اندازه‌گیریش به نظر شما چی میتونه باشه؟ خب اگه ما یک نگاهی به فرمول داشته باشیم، F ضرب در D، F واحد اندازه‌گیری F یا قوه دوستای عزیز چیه؟ اصلا برای شما میرم قبلا گفتیم F با واحد نیوتن اندازه‌گیری میکنیم، ضرب در واحد D یا فاصله چی میشه؟ متر دیگه. پس واحد اندازه‌گیری دوستای عزیز مومنت میشه نیوتن در متر. این هم یادتان باشه. نکته دومی که میخوایم خدمت شما عزیزان بیان کنیم اینه که مومنت قوه، تورک و مومنت دورانی هر سه اینها یک معنا رو میده. صحیحه؟ پس اگه در یک مسئله برخورد کردین به شما گفت مومنت قوه، یک مسئله دیگه گفت تورک، یک مسئله دیگه گفت مومنت دورانی، هر سه اینها یک معنا و مفهوم میده. یعنی یک چیز از شما میخواد که حساب کنید. پس این هم به عنوان یک نکته یادتان باشه. میریم سراغ یک نکته بسیار مهمتر از اینهایی که گفتیم. این نکته چیه دوستای عزیز؟ گفتیم که D میشد فاصله عمودی از نقطه دوران تا F یا خط اثر F. حالا شما روی شکل نگاه کنید، این F که بر این جسم ما وارد شده یا قوه‌ای که وارد شده به صورت مایل دیگه. پس اینجا D دیگه فاصله عمودی تا F نموشه. چی کار کنیم؟ خب ما یاد داریم دیگه، میریم F تجزیه مونیم. F تجزیه مونیم به چی؟ به دو مرکبه عمود بر هم. یا الان F ما تجزیه میشه، شامل F X میشه و F Y. صحیح شد؟ ما این را تجزیه کردیم. خب حالا اینجا ما یک نکته میگم، این نکته رو خوب توجه کن. نکته چی میگه؟ میگه اگر خط تأثیر یک قوه از نقطه دوران عبور کرد، مومنت قوه نسبت به آن نقطه صفره. پس شما نگاه کنید، اگه ما Fx الان خط تأثیرش ادامه بدیم، این از نقطه دوران عبور مونه. پس Fx نمیتونه برای ما مومنت ایجاد کنه. تنها چیزی که برای ما مومنت ایجاد میکنه اینجا Fy هسته. پس حواستان به این موضوع هم باشه. پس اینجا اگر زاویه الفای ما باشه، میگیم که M یا فرمول مومنت به این شکل میشه F ضرب در D ضرب در ساین الفا. صحیح شد؟ این یک فرمول کاملتر از حالت قبل است. پس وقتی که D و F بر هم دیگه عمود نمودن، میریم سراغ از این فرمول. خب یک مثال ما هم دیگه حل کنیم. مثال چی گفته؟ گفته مومنت قوه F را گرداگرد نقطه O محاسبه کنید. شما روی شکل نگاه کنید دوستای عزیز. اینجا میشه نقطه O ما، یعنی نقطه‌ای که جسم گرداگرد از این نقطه شروع به دوران یا چرخش مونه و یک قوه F مساوی با 600 نیوتن همینجا بر جسم ما وارد شده. سریعا میریم فرمول مینویسیم. فرمول به چه شکل بود؟ گفتیم که M مساوی میشد با F ضرب در D. صحیحه؟ خب M مساوی میشه با F ما مقدارش هست 600 نیوتن ضرب در D. چی بود دوست عزیز؟ گفتیم D فاصله عمودی از نقطه دوران تا F یا خط اثر F بود. خب حالا F اگه شما ادامه بدین به این شکل. خب حالا به نظر شما فاصله عمودی کدام قسمت میشه؟ احسن بر شما، فاصله عمودی از اینجا تا اینجا میشه دیگه. پس ما روی شکل هم به شما نشان میدم فاصله عمودی میشه D یا فاصله عمودی میشه از نقطه دوران تا F یا خط اثر F. و طبق شکل هم میبینید که فاصله ما برابر با 2 متر است. خب اینجا می‌نویسیم فاصله ما برابر با 2 متر مطابق بالایی. پس میشه 600 ضرب در D هم که برابر با 2 متر شد، برابر میشه با 1200 نیوتن در متر. یه هم جوابی سوال. اشتباه نکنید برید 4 متر بذارید. تعریف دی را یادتون باشه که دی میشه فاصله عمودی از نقطه دوران تا F یا خط اثر F. یعنی اشتباهی که اکثر شاگردای ما انجام میدن.
سراغ یک بحث دیگه به نام مومنت محصله. مومنت محصله یعنی چی؟ گاهی اوقات دیگه پیش میاد بر جسم ما بیشتر از یک قوه وارد میشه، 2 3 4 تا قوه وارد میشه. شما روی شکل نگاه کنید، روی شکل ما شما نگاه کنید، بر این جسم ما 2 تا قوه وارد شده، قوه F2 و قوه F1 بر این جسم ما وارد شده و هر دوی اینها هم مومنت ایجاد میکنن دیگه. صحیحه؟ خب قبل از اینکه بریم سراغ مومنت محصله، من یک قرارداد با شما بستمونم. قرارداد چیه؟ خوب توجه کنید. میگیم که اگر بر جسم قوه وارد شد و این جسم ما در جهت عقربه های ساعت شروع به دوران یا چرخش کرد، میگیم که مومنت ما منفیه. پس در جهت عقربه های ساعت چرخش کرد، مومنت منفی. اما اگر بر یک جسم قوه‌ای وارد شد، مثلا شما یک جسم در نظر بگیرید، یک قوه وارد میشه و این جسم ما در جهت خلاف عقربه های ساعت شروع به چرخش کنه، یعنی به این شکل شروع به چرخش کنه، اینجا میگیم که مومنت ما مثبته. پس این قرارداد ما قبل از اینکه مومنت محصله رو بگم با شما عزیزان بسته کردم. میریم سراغ بحثمون. خب شما روی شکل نگاه کنید. یک قوه F1 از بالا به سمت جسم ما وارد شده، به سمت پایین دیگه. نقطه دوران ما این نقطه‌ایه. صحیحه؟ یعنی جسم گرداگرد از این نقطه شروع به دوران مونه. خب قوه F1 نگاه کنید، از بالا به سمت پایین به جسم ما وارد شده دیگه. صحیحه؟ پس می‌نویسیم، میگیم که M1 مساوی میشه با قوه F1 وارد شده ضرب در فاصله عمودیش هم که D1 میشه. خب حالا این M1 مثبت یا منفی؟ میریم سراغ قراردادی که بسته کردیم دیگه. میگیم یک قوه از بالا به سمت پایین به جسم ما وارد شده، پس جسم ما را در جهت عقربه های ساعت میچرخانه. پس طبق قرارداد میشه منفی. میریم سراغ M2. یک قوه F2 از پایین به سمت بالا به جسم ما وارد میشه، این جسم ما را در جهت خلاف عقربه های ساعت میچرخانه. پس M2 میشه مثبت F2 ضرب در فاصله عمودیش هم که برابر با D2. ما اینجا مومنت محصله را با MR نمایش میدیم، مساوی میشه با M1 جمع M2. در نتیجه M1 شده منفی F1 ضرب در D1 جمع و M2 هم که شده مثبت F2 ضرب در D2. خب حالا ما در یک مسئله MR یا مومنت محصله را محاسبه کردیم. اگر مومنت محصله شما دوستای عزیز منفی شد، یعنی مقدار نهایی ما منفی شد، یعنی که جسم شما در نهایت در جهت عقربه های ساعت میچرخه. پس مومنت منفی شد، جسم در جهت عقربه های ساعت میچرخه. اگر مومنت شما مثبت شد به طور کلی، یعنی MR مثبت شد، جسم شما در جهت خلاف عقربه های ساعت میچرخه. این هم شد از تعریف مومنت محصله. امیدوارم که فهمیده باشید. اگر در جای گیر دارید بریم یک مثال حل کنیم تا با این مفهوم بیشتر آشنا شوید. مثال ببینید دوستان عزیز، گفتم مومنت محصله را به دست بیارید. خب روی شکل اگه شما نگاه کنید، ما یک قوه F1 مساوی با 15 کیلونیوتن داریم که به سمت پایین بر جسم ما وارد شده. یک قوه F2 مساوی با 10 کیلونیوتن داریم که این هم به سمت پایین به جسم ما وارد شده و یک قوه F3 مساوی با 28 کیلونیوتن داریم که به صورت مایل بر جسم ما وارد شده. صحیحه؟ خب هر سه اینها باعث ایجاد مومنت در جسم ما میشه. میریم دانه دانه اینها را بررسی مونیم. اول F1 در نظر میگیریم. فرمولش می‌نویسیم، میگیم که M1 مساوی میشه با F1 ضرب در D1 مساوی میشه. خب F1 15 کیلونیوتن نگاه کنید، بر انجام جسم ما وارد میشه. اینجا اگه نقطه دوران بشه روی شکل نگاه کنید، این نقطه میشه چی؟ نقطه دوران ما یا نقطه چرخش ما. صحیحه؟ خب این قوه F1 که وارد میشه باعث میشه که جسم ما در جهت عقربه های ساعت شروع به چرخش کنه. پس میشه منفی F1 ضرب در D1. خب ادامه بدیم. منفی F1 15 کیلونیوتن جایگذاری مونیم، ضرب در D1 کجا میشه؟
گفتیم که دی میشه فاصله عمودی از قوه یعنی از F تا نقطه دوران. حالا ما روی شکل به شما نشان میدم. این قوه F1 مایه، اینجا هم نقطه دورانه. پس فاصله عمودی ما این قسمت میشه دیگه، میشه 2 جمع 1.5 جمع 2. پس می‌نویسیم به همین راحتی، میگیم که منفی 15 ضرب در D1 ما میشه 2 جمع 1.5 جمع 2. در نهایت M1 مساوی میشه با 2 جمع 1.5 جمع 2 کنیم برابر میشه با 5.5. اگه شما این ضرب انجام بدین برابر میشه با منفی 82.5 کیلو نیوتن در متر. این از M1. میریم سراغ M2. M2 حاصل از F2 دیگه. شما روی F2 نگاه کنید 10 کیلو نیوتن. این 10 کیلو نیوتن هم از بالا به سمت پایین به جسم ما وارد میشه. پس جسم در جهت عقربه های ساعت میچرخانه. پس مساوی میشه با منفی F2 ضرب در D2 مساوی میشه با F2 دوستان عزیز مقدارش 10 کیلو نیوتنه ضرب در D2 کجا میشه؟ گفتیم D میشه فاصله عمودی از F تا نقطه دوران. شما نگاه کنید روی شکل با شما نشان میدم فاصله عمودی از F ما که 10 کیلو نیوتنه تا نقطه دوران که برابر با 2 متر میشه دیگه. پس مینویسه میرم ای ضرب در 2 مساوی میشه با منفی 20 کیلو نیوتن در متر. یه از M2. میریم سراغ M3. M3 حاصل از F3 دیگه، یعنی F3 که قوه F3 که بر این جسم ما وارد میشه در این جسم ما مومنت ایجاد میکنه. پس مینویسیم M3 مساوی میشه با، ما فرمول مینویسیم، شما ببینید ما درست مینویسیم یا نه. ما میگم که M3 مساوی میشه با F3 ضرب در D3 ضرب در ساین 37 درجه. درست نوشتیم یا نه؟ آفرین، به ما گفتن جهت چیزو تعیین نکردین. خب میریم سراغ جهتش. میگیم که F3 وقتی که وارد میشه، F3 دوستان عزیز باعث میشه که جسم ما در جهت خلاف عقربه های ساعت شروع به چرخش یا دوران کنه. پس میشه مثبت، چون در جهت خلاف عقربه های ساعت هست. خب اینا رو سریعا جایگذاری مونیم. میگیم که M3 مساوی میشه با F3 دوستان عزیز 28 کیلو نیوتن ضرب در D3. D میشه فاصله از اینجی تا اینجی دیگه. روی شکل نشان میدم. D3 میشه فاصله اینجی تا F یا خط اثر F دیگه. خب این برابر میشه با چند دوستان عزیز؟ برابر میشه با 2 جمع 1.5 ضرب در ساین 37 درجه هم که دوستان عزیز برابر با 0.6 هست. این برابر میشه با، اگه ضرب شما انجام بدین برابر میشه با 58.8 کیلو نیوتن در متر. یه مزه مثل سوال از ما چی خواسته؟ مومنت محصله رو خواسته. پس میگیم که MR مساوی میشه با M1 جمع M2 جمع M3. پس MR مساوی میشه با M1 شد منفی 82.5، M2 شد منفی 20 و M3 هم شد مثبت 58.8 که برابر میشه با دوستای عزیز منفی 43.7 کیلو نیوتن در متر. منفی شد دیگه، چون منفی شد پس جسم ما کلن در جهت عقربه های ساعت شروع به چرخش یا دوران مونه. یه از مبحث مومنت محصله که به همین راحتی ما شما را یاد گرفتیم. خب میریم سراغ یک مثال دیگه. گفتم مومنت محصله را حساب کنید. خب روی شکل اگه شما نگاه کنید نقطه O میشه نقطه دوران ما و دو تا قوه ما داریم. یک قوه 600 نیوتن به سمت بالا وارد شده و یک قوه 500 نیوتن هم که به سمت راست بر جسم ما وارد شده. پس اینجا دو تا مومنت ایجاد میشه. میریم اینها رو دانه دانه مینویسیم. میگیم که M1 مساوی میشه با F1 ضرب در D1. حالا ما میگیم F1 برابر با 600
و F2 هم که برابر با 500 نیوتنه. خب حالا F1 که برابر با 600 نیوتنه و جسم ما به سمت بالا وارد میشه. پس جسم در کدام جهت شروع به چرخش میکنه؟ احسن بر شما، در جهت خلاف عقربه های ساعت دیگه. پس در نتیجه M2 یا مثبت میشه دیگه، مساوی میشه با M1 مساوی میشه با F1 600 ضرب در D1 چی میشه؟ فاصله عمودی از F تا نقطه دوران. F ما 600 نیوتنه، پس این اگر خط اثر چه ادامه بدیم فاصله عمودی این قسمت میشه دیگه تا نقطه دوران. پس این هم برابر با 2 متر ضرب در 2 متر برابر با 1200 نیوتن در متر. این از M1. میریم سراغ M2. M2 مساوی میشه با F2 ضرب در D2. خب F2 ما 500 نیوتن دیگه. شما نگاه کنین 500 نیوتن وقتی که به این جسم ما وارد میشه، یعنی جسم به سمت راست کشمونه، جسم شما از نقطه O کنده میشه دیگه. در کدام جهت چرخش مونه؟ در جهت عقربه های ساعت. پس این میشه منفی. اینجا باید شما دیگه تصور کنید در ذهن خودتان که اگر 500 نیوتن وارد شود، جسم کش کنه به سمت راست، در نتیجه جسم شما از نقطه O کنده میشه و دورانی که انجام میده یا چرخشی که انجام میده در جهت عقربه های ساعت هسته. پس میشه منفی. در نتیجه M2 مساوی میشه با منفی F2 500 ضرب در D2 چی میشه؟ D میشه فاصله عمودی از نقطه دوران تا F یا خط اثر F. الان F ما F2 دیگه. شما اگه خط اثر F اینجا ادامه بدین دوستای عزیز، ما روی شکل هم به شما نشان میدیم، خط اثر از این ادامه بدین، فاصله عمودیش تا نقطه دوران یا نقطه O برابر با 4 متر میشه دیگه. پس این 4 متر هم جایگذاری مونیم، مساوی میشه با منفی 2000 نیوتن در متر. صحیح شد؟ خب حالا میریم سراغ مومنت محصله. مومنت محصله MR مساوی میشه با M1 جمع M2. در نتیجه MR مساوی میشه با M1 1200 شده، M2 منفی 2000 شده، این جمعاً برابر میشه با منفی 800 نیوتن در متر. منفی شد، پس جسم شما به طور کلی در جهت عقربه های ساعت شروع به دوران یا چرخش میده. یه از مومنت محصله. میریم سراغ سوالات کنکوری. از فرم سوم کابل مطرح شده، گفته فرمول اثر دورانی قوه کدام گزینه؟ کدام گزینه میشه دوستای عزیز؟ احسن بر شما، گزینه A میشه دیگه. گفتیم که فرمول اثر دورانی برابر میشه با F ضرب در D ضرب در ساین تتا. این از سوال اول. سوال بعدی از فرم اول غور مطرح شده، گفته اثری که توسط قوه در حرکت دورانی بروز میکند و کدام نام یاد میشه؟ گزینه A تورک، B مومنت قوه، C مومنت دورانی و D هم همه جواب ها درست است. دوستای عزیز ما به شما گفتیم که مومنت قوه، مومنت دورانی و تورک هر سه اینها به یک معنا و مفهوم هستند. پس گزینه دی پاسخ صحیح سوال ما شد. سوال بعدی رو ببینیم. از فرم اول بدخشان مطرح شده، گفته مومنت قوه 30 نیوتن را که بالای 1 میله که طول از این میله هم 2 متر است و با محور دوران زاویه 45 درجه میسازد را محاسبه کنید. خب چون دی را گفته به صورت زاویه داره دیگه، پس سریعا فرمول M مساوی میشه با F ضرب در D ضرب در ساین الفا رو می‌نویسیم. M مساوی میشه با مقدار قوه رو به ما داده چند؟ 30 نیوتن، پس میشه 30 نیوتن ضرب در D هم به ما داده 2 متر ضرب در الفا هم که داده 45 درجه، میشه ساین 45 درجه. ساین 45 چند بود دوستای عزیز؟ ساین 45 اگه شما به خاطر داشته باشید برابر بود با جذر 2 بر 2.
اگه این ساده سازی انجام بدین m مساوی میشه با این 2 با این 2 اختصار میشه، در نتیجه m برابر میشه با c در جذر 2 نیوتن در متر. خب کدام گزینه شد؟ گزینه دی پاسخ صحیح این سوال بود. سوال بعدی رو ببینیم. از فرم میدان وردک فاصله عمودی بالای محور دوران یک دروازه 0.2 متر. چی مقدار قوه وارد گردد تا ترک قوه 15 نیوتن در متر شود؟ خب فاصله عمودی را در سوال به ما داده. فاصله عمودی همان دی بود دیگه. دی برابر بود با 0.2. بعد گفته ترک قوه 15 نیوتن در متر، یعنی ام هم به ما داده 15 نیوتن در متر. چی را از ما خواسته؟ گفته چی مقدار قوه. صحیحه؟ پس F مجهول مایه. در نتیجه فرمول چی بود؟ M مساوی میشد با F ضرب در D. M به ما داده 15، F مجهول ضرب در D هم مقدارش 0.2 شد. از این رابطه F مساوی میشه با 15 تقسیم بر 0.2 که برابر میشه با 75 نیوتن. پس گزینه A پاسخ صحیح این سوال کنکوری شد. سوال بعدی رو ببینیم. از فرم چهارم بدخشان گفتم مومنت قوه 30 نیوتن را در فاصله عمودی 2/3 1 میله محاسبه کنید. خب مومنت قوه را از ما خواسته. میگیم که M مساوی میشه با F ضرب در D. M مساوی میشه با مقدار قوه را به ما داده 30 نیوتن، پس میشه 30 ضرب در D یا فاصله عمودی را به ما داده 2/3 دیگه، هم ضرب در 2/3 مساوی میشه با 3/3 1، 30/3 هم برابر با 10 میشه، 10 ضرب 2 هم برابر با 20 نیوتن در متر میشه. پس گزینه C پاسخ صحیح این سوال شد. سوال بعدی رو ببینیم. گفته اگر محصله مومنت ها به یک جسم مثبت باشد، پس جسم به کدام جهت دوران میکند؟ گزینه A مخالف حرکت عقربه ساعت، گزینه B هم جهت و مخالف الجهت حرکت عقربه ساعت، گزینه C هم جهت عقربه ساعت و گزینه D به طرف بالا. ما اگه یادتان باشه با شما قرارداد کردیم، گفتیم اگر جسم ما در جهت عقربه های ساعت شروع به دوران کرد منفی میشه، در جهت خلاف عقربه های ساعت مثبت میشه. صحیحه؟ پس حالی که گفتم مثبت میشه در جهت مخالف حرکت عقربه ساعت دیگه. پس گزینه A پاسخ صحیح این سوال بود. خب دوستای عزیز، جلسه سوم از فصل اول هم خلاص شد. ما در این جلسه در رابطه با مومنت قوه با شما عزیزان صحبت کردیم. تا جلسه بعد همه شما عزیزان به الله پاک میسپارم. موفق و پیروز باشید.